سلام و یه ولاگه دیگه با من خوش اومدید. بچه من تازه از خواب بیدار شدم. خب ببینید، من ساعت 12 از خواب بیدار شدم. یه نیم ساعت تختم و نمیدونم صورتم و مسواک و اینا، چای یا اینا گذروندم. هدر دادم، در واقع میتونستم سریعتر انجام بدم کارامو، چون خیلی امروز وقتم کمه. کلی آپدیت ها دارم براتون که نمیتونم بهتون بگم. بچه من میگم کلی آپدیت ها دارم، کلی چیزها دارم که بهتون بگم، ولی باز نمیتونم. دلیلش هم اینه که من هر بار خواستم یه کاری انجام بدم، دو قدمی اون کاره بودم. یعنی اصلا انگار رسیده بودم به کاره و مثلا اومده بودم به مامانم گفته بودم که آره مامان، من مثلا این کار رو تقریبا بهش رسیدم، میخوام انجامش بدم و شروعش کنم و اینا. و هر نحوی که شده اون کاره کنسل شده. چرا انگار مژه هام داره نمیافته. نیاز دارم یه فرماژه هم بخرم، چون که مژه های من مثل موام لخته. خب آره، خلاصه که یه سری از کارها رو نمیگم بهتون و در ادامه در آینده نه چندان دور میبینید توی ویدیوها. اول از همه که موهامو همونطور که دیدید با یه دونه هد داشتم تلاش میکردم حالت بدم که نه تنها که حالت نگرفت بلکه شبیه جنگل شد. موهام الان شبیه یال شیره. نمیدونم چه حکمتی توشه، ولی خب حالت قبلی که موهام داشت و خوب بود تر خورد توش. کتاب خوردم کن رو دوباره شروع کردم بخونم. اگر که نمیدونید، من قبلا اینو یه بار کامل خوندم. جلد 1.5 ویران کنم دارم، بقیه جلداشو ندارم. با خوندن این من همزمان داشتم کتاب رقبای الهی رو میخوندم و کلا داستانشون قاطی شده بود با هم و هیچی از هیچ کدوم متوجه نشدم و تصمیم گرفتم حالا که تابستونه بشینم جفتشون رو دوباره بخونم. کار دیگه ای هم که دارم جدیدن انجام میدم و به نظر من خیلی به اعصاب و روانم کمک کرد اینه که یه کوچولو مثلا ورزش میکنم، یا اینکه میرم پشت بون فقط راه میرم، همینجوری میچرخم، تنفس میکنم و همین.
Hello. Hi. It is number 2. سلامی دوباره بچه. من الان یه چای برای خودم ریختم و ساعت 5:30 تقریبا رسیدم خونه. از کلاس 5 تعطیل شدم و 5:30 رسیدم خونه. الان ساعت 7. بیا چیزی که میخواستم بگم و بهتون بگم بچه ها. ببینید قرار بود هر وقت کامل اتفاق افتاد بهتون بگم، ولی واقعا ذوق دارم و اینکه توی تلگرام خیلی بچه ها رو اذیت کردم. گفتم آره بچه ها یه خبری هست که نمیتونم بهتون بگم ولی هست، احتمالا تا امروز مثلا بهتون بگم و اینا، ولی خب الان تو تلگرام نگفتم، گفتم که بیام همینجا بگم. لینک چنل تلگرام هم توی کامنت اول پین شده. بچه ها خونمون رو قراره عوض بکنیم. من بچهای تلگرام رو خیلی اذیت کردم سر اینکه این خبر رو بگم نگم، چون من هر سری مثلا یه اتفاقی قراره برام بیفته، مثلا یه خبری بخوام بدم، هر سری میگمش به یکی، به هر نحو ممکنی اون خبر کنسل میشه و اصلا اتفاق نمیفته برام. 5 سال الان اینجا، این به نظرم بسه دیگه. چه خبره؟ عوض کردن خونمون به این معنیه که من میتونم شاید ویدیوهای بیشتری بذارم و خیلی خوبه. ببینید خیلی خوبه. حالا در آینده خواهیم دید چه خواهد شد. آره دیگه همین. تقریبا حدود 30-40 صفحه از این مونده و من میخوام بشینم بخونمه. در کنارش با نون توست و کره بادام زمینی و شلیل یه همچین چیزی درست کردم که راستش همینجوری خوشمزه نیست و یکم شکر و عسل هم ریختم روش که احساس میکنم اینجوری خیلی طعم بهتری داره. خوبه. بادام زمینی و عسل تنهایی خیلی خوشمزه ترن. یکم مبهم شروع میشه و من خودم اینجوری بودم که چی؟ ولی خب کم کم بهتر میشه، کم کم متوجه میشید، داستان یکم واضح تر میشه. ولی اصلا داستان رو ول کنید ببینید چقدر خوشگله. اینم جلد 1.5شه که جلد اولش خوردم کنه و جلد 1.5ش اینجا هم زده ویرانم کنه. نویسندش هم طاهر مافیه که آمریکاییه ولی ایرانی اصله. خب آره دیگه همین بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما
نظرتون رو برام توی کامنت ها بنویسید. همه کامنت ها رو میخونم و یادتون نره که توی چنل تلگرام هم حتما عضو بشید چون همش اونجام. و اینکه اگر پیج اینستام هم ندارید باز توی چنل تلگرام لینک پیج اینستا هم گذاشتم، ولی خب آیدیم هستی میوه توی اینستا اینجا نوشتم، میتونید برید سرچ بکنید. و همین دیگه. اگر این ولاگ هم کوتاه شد یا مثلا باب میلتون نبود نگران نباشید، توی ولاگ های بعدی جبران میکنم. البته فکر نمی کنم بتونم خیلی خوب ولاگ در بیارم، ولی از اساس کشی و چیدن اتاق و اینجور چیزا سعی میکنم ویدیو بگیرم در آینده. تقریبا فکر کنم یه ماه دیگه بریم توی اون خونه، نمیدونم دقیق قرارداد کیه، ولی خب آره دیگه. اگر علاقه مندید به اینجور روزمرگی ها و اینا حتما من رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار دکمه فالو هم حتما بزنید تا اگر ویدیو جدید گذاشتم حتما بهتون اطلاع داده بشه. و اینکه حتما توی کامنت ها بگید که واقعا راضی هستید، دوست دارید که مثلا از چیدمان اتاق و نمیدونم اساس کشی و این بساط ها ویدیو بگیرم یا نه. چون که توی اون مدتی که داریم اساس کشی میکنیم هیچ ویدیو دیگه ای نمیتونم بگیرم، فقط میتونم از اساس کشی و جمع کردن وسایل و چیدن وسایل و اینجور چیزا ویدیو بگیرم. احساس میکنم جالبم بشه، ولی خب حالا باز شما هم نظرتون رو بگید توی کامنت ها. و اینکه مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و تا یه ویدیو دیگه بدرود.